این ویدیو قرار نیست که حالتو خوب کنه، چون که همین دیشب وقتی که همه ما خواب بودیم فرانکلین ما با ماشینش تصادف خیلی سنگینی میکنه. شدت این حادثه اونقدر زیاد بوده که باعث میشه حافظه فرانکلین از بین بره. به به ببین کی به ما زنگ زده. سلام چطوری داشتم، از خوبی؟ به سلام، چطوری فرانکلین؟ حالت خوبه؟ چه خبره؟ یادی از ما نمیپرسی. گفتم فرانکلین یه بیکاری بیا بریم بیرون. حالا امشب که داشتم از خسته. صدای چی بود؟ صدای چی بود فرانکلین؟ اتفاق افتاده؟ نه فکر کردم یه نفر پشت سرمه. نمیدونم چرا اتفاق افتاده. بابا فرانکلین آخه ببین با خودش چی کار داره میکنه این آدم. یک هفته است تو کماه. برو خدا بهوش بیا فرانکلین. بچه تکون میخوره ولی بهوش نمیاد، چشاش کلا بسته است. آب میخوام. آقای دکتر بچه بهوش اومد. آقای دکتر می آب میخوام. اجازه بدید نگاه کنم. آره به هوش اومده. باورم نمیشه. فرانکلین چطوری؟ حاجی تو الان یک هفته است تو کما، یارت خوبه؟ مطمئنم کلی دارت برامون تنگ شده مگه نه؟ من آب میخوام داداش، اگه لطفا اگه ممکنه آب بهمون بده. نه نمیخوام. نه حالم خوب شد. شما؟ چرت دریوری داره میگه. فرانکلین حالت خوبه؟ من خوبم قربان مرسی. شما خوبی؟ یعنی چی داداش؟ من میگم که فرانکلین منو میشناسی؟ نه چرا باید بشناسم شما رو؟ من یه دکتر شما نیستی؟ نه اسکل من دکتر. وای من دکتر نیستم. مایکل چیزی به این بگو، فکر کنم قاطی کرده، مغزش خراب شده. اما دیگران نباش، الان درستش میکنم. هی فرانکی چطوری، خوبی؟ منو میشناسی؟ مایکلم ها. آقا بیا برو مزاحم من نشی تو رو خدا. وای سرم درد میکنه. اینا دیگه کیان اومده اینجا؟ خدا بچه‌ها این چرا اینجوری شده؟ نکنه آی دکتر این چی داره میگه؟ داره چرت و پرت میگه. بزن تو سرش. نه قربان، یعنی چی بزنم تو سرش؟ ببینید آقای ابوالرکسا، دوست شما تصادف خیلی سنگینی داشتم. از اونجایی هم که من دارم اینجا رو نگاه میکنم، تو این تصادف ضربه خیلی بدی به سرشون وارد شده که ممکنه باعث شده باشه بخشی از حافظه‌شون از دست داده باشن. یعنی فرانکلین حافظه‌اش از دست داده؟ ممکنه بله، یه بخش کوچیکیشو ممکنه که از دست داده باشه، ولی جای نگرانی نیست. فقط کافیه چیزایی که قبلا باشون در ارتباط بوده و جایی که قبلا رفته رو بهشون نشون بدید. امکان داره که دوباره حافظه‌شون برگرده. یا خدا آی دکتر امیدوار باید باشیم برگرده. بچه فرانکلین حافظش برنگرده میدونید چی میشه که میگه فرانکلینی ما نداریم. حالم خوب نیست. آقا لطفا برای من آب بیار. ای بابا آقا با دو روز پیش با هم رفیق بودیم. آقا داره میگه. وایسا ببینم الان تو اینو میشناسی؟ اینی که بغل من وایساده ایشونو لامه رو؟ عجب گرفتاری شدیم. شما پلیسی؟ بچه کلا حالش بده. آی دکتر میگم که ما کی میتونیم ایشون مرخصش کنیم؟ من کارشون رو انجام میدم تا فردا صبح دیگه میتونیم مرخصش کنیم. فقط یادتون نره تا قبل از اینکه این فراموشی دائمی بشه باید یه کاری کنی که حافظش برگرده. یعنی چه فراموشی مگه دائمی میشه آی دکتر؟ بله اگه هیچ کاری انجام ندید حافظه‌شون برای همیشه از بین میره. خیلی بد شد که بچه‌ها باید سریعتر دست به کار بشیم. یه جوری حافظه اینو برگردونیم. گندت بزنم فرانکلین من میذارم اینجا باشی، بعدش میام کاراتو میکنم. فردا میام دومات بعد مرخصش کنیم بره. بچه‌ها منم کارای بیمارستانشو بکنم. گندت بزنم بابا. یواشتر میرفتی. خب رفتین این وسط بزرگراه داداشمون زده به کامیون. آخه کامیون وقتی شب اونجا چیکار می‌کرده؟ فردا صبح. ببخشید آقا من کجا دارید میبرید؟ داداش یه لحظه دندون رو جیگرت بذار. رسیدیم بفرما. اینم از خونه جناب عالی دیگه. آقای فرانکلین این از خونه شما. ممکنه یاد نیاد اینجا رو ولی تو اینجا زندگی میکردی. اوکی؟ میگی من خونه ندارم. مثلا تو کی هستی؟ فرانکلین کیه؟ به من میگی فرانکلین. وای بچه‌ها این فکر کنم کمپلت زده ترکونده اتاق. داداش ببین فرانکلین اسم تو. خب بعد تو دقیقاً تا همین دیشب که نه تا همین یک هفته پیش داشتی تو اینجا زندگی میکردی. بیا تو نشون بدم. اینجا خونه تو بود. اینجا میشستی چه میدونم کتابو تو کتاب هیچ وقت نمیخوندی ولی میومدی اینجا تلویزیون نگاه میکردی، آشپزی میکردی، مهمونی میگرفتی. بچه یادشونه دیگه. بچه یادتون چقدر مهمونی میگرفت فرانکلین؟ من که هیچ کدوم از اینا رو یادم. یعنی میگه اسم من فرانکلینه؟ اینجوری یا ببین یا من خودمو میکشم یا تو رو. یه چک بزنم بهش. نه بابا دیوونه شدی چک بزنی و دیدیم همون امتیازش از یادش رفت. کارش کنیم تره بر. خب مایک تو یه نظری بده چه غلطی بکنی؟ میخوای یکم خورا رو بهش نشون بده شاید حافظش برگشت. فکر خوبیه. ببین بیا اینجا. داشتم بهت میگفتم ادامه تو بچه. میومدی اینجا ببین عکس. بیا اینجا رو نگاه کن. اصلا عکسای خودتو نگاه کن داداش. یه عکس فرانکلین تو زن داشتی مگه؟ من غلط بکنم زن داشته باشم. این کیه؟ منم؟ بله این شمایی. منم اونو نمیش. بچه‌ها میشناسی تو کامنت ها برسید. اون کناریه رو که میدونم عمش اگه اشتباه نکنم عمه دنیس. این عمته دیگه. آبه خودته فوش ندیا. بابا اسکل میگم عمته. اون عکس اون تابلو بغلی. به اینجا یه عکس دیگه ما اینجا داشتیم. یه عکس
بچه‌ها اسم میکنم فرانکلین قبلا زن داشته، اینو من خودم نمیدونم، یا آلزایمر گرفتم بهم بگی. برو اونور. عاشق موسیقی اینا بودی، واسه همین رفتی یه بار $100,000 پول دادی این دستگاه دیجی رو گرفتی گذاشتی تو خونت. مطمئنی اینجا خونه منه؟ آخه من چی یادم نمیاد. چرا اسم میکنم همه اینا دروغه؟ دروغ نیست بابا. برو اونور بابا. به تو هم میگم فراموشی گرفتی. برو اونور. ببین این لپتاپ هر روز میادی باش ایمیلاتو چک میکردی، زنگ میزدی به دوست لستر برنامه سرقت میچیدی. یادم نمیاد. بیا بریم یه جای دیگه رو پاس بهت نشون بدم بچه. آها بیا پایین. یعنی واقعا خونه من انقدر بزرگ بوده؟ آره بابا خونه تو جز خفن‌ترین خونه‌های شهر بود. اینا رو ولش کن. فرانکلین بیا اینجا. این سگو میشناسی؟ بچه‌ها میگن سگا خوب تو حافظه میمونن و کلا حیوان خونگی. سگ، من عاشق سگم. باورم نمیشه این سگ کجا بود دیگه؟ سگ برای تو دیگه. اسمش اگه گفتی اسمش چیه؟ اسمش هم بالای خونه‌اش نوشته. میخونی؟ اسمش چاپ. سس گوجه فرنگیه؟ کچاپ؟ نه داداش اون کچاپ، این چاپ. ببین یه سگ داشتی میواد بهت کمک میداد تو کارا، هر روز با هم میرفتی میبردیش پاک با هم دیگه قدم میزدی. نه بچه این چاپ هم نمیشناسه. دوست دارم بگم بشناسم ولی واقعا یادم نمیاد هیچی. بابا منو لطفا اذیت نکنی، منو ببرید همون بیمارستان، اونجا جام راحت تره. ای بابا گند. نه اینجوری نمیشه. ترور چیکار کنیم مایکل؟ نمیدونم والا دیگه مغزم میدونه. میخوای بندازمش تو سخت؟ آها نه فکر خوبی حاجی. ببندش تو استخ. نه بابا چی بندازمش تو سخت؟ بابا حرف نزن دیگه مایکل. چیکار کنم بچه؟ میگن یه شوک با آدم وارد بشه بعد نیست. آقای فرانک یه لحظه بیا. بله بفرمایید، من یادم نمیاد. آها داداش یه لحظه همینجا وایسا، من الان درستت میکنم. بپر تو آب. چون فکر کنم مالش بد شد. یا خدا بیام بیرون. داداش ببخشید گفتم بهت یه فشه. فرانکی الان منو میشناسی؟ آقا حالم بد شد. چیکار میکنی؟ ببخشید داداش من فکر نمی‌کردم. گفتم این چرا حافظت برگرده با این کار. چیکار کنیم الان به نظر؟ فهمیدم. بچه‌ها میخوام ببرمش یه جایی که 24 ساعت اونجا الاف بود. اوکی پیش کسی میخوام ببرمش که مطمئنم همتون میشناسیدش. بیا اینجا فرانکی. بدو ببین کجا آوردمت فرانکی. اینجا رو دیگه میشه. به بچه سیمیون هم هست. ببین سیمیون و فرانکی همیشه تو هم یعنی با هم اوکی. الان ببین این ببینتش دیگه میشه. این کله کچل تا آخه من ببوسم. بابا با من نگو اینقدر کچل احمد. او بهمن سلام. جمع بچه ها جمعه. چه خبر؟ سلام چطوری سیمیون؟ خوبی سیمیون؟ میگم که نه با تو نیستم. آقای فرانکلین میشناسی ایشونو؟ اومدیم ماشین بخریم آقای احمد؟ نه ماشین نیومدیم بخریم آقای احمد. تو هیچ وقت من نمیگفتی آقای احمد. باشه احمد هم دیگه. آقای احمد چیه؟ ببین نه نیومدیم ماشین بخریم. واسه بخوای این صاحب این اتوگالیدی که الان رو ورود وایساده رفیق جونجونی شما بوده. میرفتی با هم دیگه ماموریت انجام میدادی. ماموریت چی انجام میدادیم؟ چیکار یعنی؟ احمد این چی داره میگه؟ دیوونه شده فرانکلین؟ حالا داستانش مفصل سیمیون. ببین این یه تصادف کرده الان حافظش از دست داده. هیچ کس رو نمیشناسه. گفتم شاید تو رو بشناسه. جدی میگی؟ این اسکول حافظش از دست داده. حقشه. از بس که حق منو خورد، پول منو خورد، زندگیمو خورد. دهن سرویس. دقیقا نفس بگی کجا این حق تو رو خورده. عجب آدمی هستی سیمیون. ببین الان تو نمیشناسی ایشونو. خیلی با هم ماموریت انجام میدادینا. ماموریت چی؟ آخه من تو اونجا یادم میاد همیشه درس خون بودم. تو درس خون بودی. الان دیگه یادت هم نمیاد دیگه. من بهت میاد داشت تو هیچ وقت درس خون نبودی دیگه. خدا وکیلی ماموریت هم انجام میدادی. مثلا میرفتی ماشین براش میدوزیدی میآوردی. من دوز بودم؟ آره تو بودی. تو دوز بودی. یادت نمیاد الان؟ نه راستش بخواد آقای احمد. آقای احمد باشه. آقای احمد بیا بریم بابا. دهن ما رو سرویس کردی آقای احمد. وای بیا سوار شو بابا. خدا ذلیلت کنه. احمد ولی حقشه خیلی پر بوده. زهر مار بچه این بیشتر خوشحال شده تا اینکه ناراحت. سیمیونه دیگه. این پدر سوخته است. هر کاریش کنی سیمیون پدر سوخته است. فعلا دیگه کسی رو نمیشناسم یا جایی بخوام بهش نشون بدم دیگه. هر جایی فکر می‌کردم بهش خونه‌شو نشون دادم. ماشینش که نیست. البته بچه ماشینش هم از نظر تعمیرگاه بگیرم بهش نشون بدم شاید یادش بیاد. چون از اون شب یادش بیاد. کلا هم تو اینترنت من سرچ کردم میگن که کسایی که آلزایمر میگیرن یا آلزایمر که نه یه اتفاقی باعث میشه که حافظه‌شون از دست بره، اگه دقیقا همون زمان حادثه رو به یادشون بیارن یه احتمالی وجود داره که کلا حافظه‌شون برگرده. نمیدونم چقدر فهمیدید چی گفتم ولی خب احتمالی هست که اگه بفهم اون شب چه اتفاقی افتاده حافظه‌اش برگرده. خلاصش میشه الان میگی من اینجا استراحت کنم این سگه نیاد منو گاز بگیره؟ من میترسم از سگ. نه بابا نه ترس نمیاد گازت بگیره. وای سگ خودش بوده بچا. به چاپ فکر می‌کنی میاد گازش میگیره. نه ببین خیالت راحت. من اینجا باش فردا صبح میایم با هم دیگه چند جا دیگه میریم میچرخیم. فعلا خداحافظ آقای احمد. سلام آقای دکتر خوب هستین؟ آقای دکتر میگم که من این آقای فرانکلین اینور اونور بردمش امروز اصلا هیچی یادش نمیاد. چیکار کنیم؟ والا احمد آقا نمیدونم باید چیکارش کنیم. ببینید به جایی که ممکنه گفتم
باید سعی کنید چیزایی رو به یادش بیارید که براش عزیز بودن، مخصوصا آدمایی که میشناخته یا جایی که میرفته. تنها کمکی که میتونم بهتون بکنم همینه. فقط نذارید دیر بشه که این بیماری دائمی میشه. بابا خب این کارا رو ما همه رو انجام دادیم، من نمیدونم چه غلطی باید. مایکله نمیدونم. الو سلام، چطوری مایکل، خوبی؟ چه خبر؟ آره احمد کجایی؟ اومده بودم بیمارستان با دکتر فرانکلین داشتم حرف می‌زدم. چرا چیزی شده؟ فرانکی تو خونش نیست. الان اومده بودم بهش سر بزنم، اینجا نیست. کجاست؟ همراه توه؟ نه فرانکی همراه بسونم. من فرانکلین گذاشتم تو خونه‌ش، الان اونجا نیست. نه اونجا نیست. یه لحظه بیا اینجا. فکر کنم فرار کرده. وای 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 وای، مشکل کم بود، این کم اضافه شد. وایسا دارم میام، وایسا. گندت بزنم، کجا فرار کردی تو؟ چه برو بریم موجی، امیدوارم بلایی سرش نیومده باشه. نباید تو خونه تنهاش میذاشتم. وای وای بدبخت شدیم بچه. پلیس چرا دیگه اومده؟ بابا مایکل قبل که به من زنگ بزنی نباید به من میگفتی پلیس خبر نکنم؟ نمیدونم بابا، دست پاچه شدم. آخه فرانکی کجا غیبش زده احمد؟ میدونی یه آدم حافظه‌ش از دست داده، دیگه نمیتونه راه خونه رو پیدا کنه. راست میگی یا الان کجاست؟ یعنی ببین کامل تو خونه رو گشتی، اتاقا همه جا رو گشتی، خونه فرانکی بزرگ یا؟ بله آقای عبادرکس، ما همه جا رو گشتیم، نگران نباشید، ولی ایشون داخل خونه نیستن. یعنی کجا میتونه رفته باشه؟ ببین خیلی خب شما اینجا باشی، من برم میتونم اطراف خونه بگردم پیداش کنم. احتمالاً ماشین که نداشته، تاکسی هم که نمیتونه گرفته باشه چون پول نداره، باید پیاده رفته باشه. پیاده هم بچه خیلی نمیتونه فاصله گرفته باشه. بذار بریم ببینیم کدوم گوری آخه تو رفتی. نمیدونم بچه کجا ممکنه رفته باشه. شاید از اینجا رفته ها. یه پارک بالای خونش هست، نمیدونم اونجاست یا نه. بذار ماشین پارک کنم. آخه گندت بزنم، فرار کردنت به خاطر چی بود؟ فرانکی کجایی؟ فرانکی تو اینجایی که وای خیالم راحت شد. آقا برو اون بر بزرگ نشد. ای خدا دهن ما رو سرویس کردی، چه گناهی کردم. این دیوونه رو نگاه کن، از این بر داره میاد این بر میره. داداش بیا بریم خونه من فردا صبح میدونم کجا ببرم. یه جایی بزنم زد، مطمئنم دیگه اونجا برید. اونجا دیگه بچهای خودتونن دیگه، محله خودتونن، میشناسن. بیا بریم بابا، سرم درد گرفت اینقدر اون ور نره. بیا بریم دیگه. فردا صبح بچه‌ها خبر خوب دارم آجی براتون. حد شدن این ماشین برای چیه؟ امروز صبح چون مکانیکی بود که گفتم با مایکل رفتیم ماشین فرانکلین رو گذاشتیم اونجا. زنگ زد گفت ماشین شما دستم. ببین مثل روز اول تحویل داد ماشین. آجی برق میزنه با ماشین. فرانکلین اینجا آشنا نیست؟ نمیدونم آقای احمد رکسا، یادم نمیاد. آقای احمد رکسا و زهر ما دهن ما رو سرویس کردی. بیا با هوا رو نگاه می‌کنم چرا هوا بارونیه. بیا اینجا بهتون بدم بچه. شما که اینجا رو بشید تو کامنت بنویسید خدا وکیلی. به به بفرمایید خواهش می‌کنم بفرمایید بچه. من از قبل با عمه فرانکلین هماهنگ کردم که بیاید اینجا. سلام، خوب هستین؟ نه حافظه فرانکلین که بر نگشت. ببین فرانکلین اینجا قشنگ نگاه کن، ببین چی یادت نمیاد؟ نه والا یادم نمیاد. این ماسک رو دیوار برای ایلومیناتیه. داداش تو ایلومیناتی رو مگه یاد؟ نه داداش ولی یاد. نه این برای اون نیست، ولی چقدر ترسناکه آجی. چقدر ترسناکه ندیدم. ولش کن اینا رو. ببین فرانکلین بیا اینجا قشنگ نگاه کن، آشپزخونه رو نگاه کن. یادت بچه بودی اینجا بودی یا کلا بچگیت اینجا بود؟ یادم نمیاد راستش. خیلی خوب اشکال نداره. ببین بیا اینجا رو دیگه مطمئنم یادت میاد. این اتاقی بودی که کل جوونی و نوجوانی تو اینجا گذروندی. عکس من اینجا هم هست که، یعنی من اینجا بزرگ شدم. آره بابا تو اینجا بزرگ شدی. اینم آینت، اینم کمدت، لباسات، اینم اون عکسته که دوباره ای خدا ما زن فرانکلین رو ندیدیم. آره خلاصه اینم همینه دیگه. اونجا کامپیوتر و تلویزیون و ایناته. یادم نمیاد آقای احمد رکسا. جای دیگه نیست بریم؟ جای دیگه چرا؟ یه جای دیگه هم هست. عمه جان میگم که برو اون بر. چی شده؟ عمه جان میگم که این فرانکلین خیلی اینجا رو نمیشناسه. بذار من برم یه جای دیگه بهش نشون بدم. باشه حتما برو، امیدوارم این بچه ما هم خیلی زودتر حالش خوب شه. واقعا امیدوارم بچه. این که کلا دیگه حافظش از دست داد آجی. بچه از دست رفت. فرانکلین بیا اینجا. ببین یه جایی میخوام ببرمت. اونجا رو نشناسی ها. چرا رفتی عقب؟ آها ببخشید فکر کردم تاکسیه. ببین اینجا رو دیگه باید بشناسی فرانکلین. این در و دیوارا رو نگاه می‌کنی کوچه پس کوچه هیچی یاد نمیاد؟ نه والا هیچی یادم نمیاد، ولی میدونی یه حسی دارم انگاری قبلا اینجا بودم. اینجا خونه بهترین رفیقت دیگه لامر. بچه من با لامر هم کردم. سلام چطوری لامر، خوبی؟ سلام، چطوری احمد؟ خوبی؟ ردیفی؟ قربونت، مرسی. یادش نمیاد نه یادش نمیاد. گند زدیم آجی. چیکار کنیم به نظرت؟ اینجا هم یادت نمیاد؟ این محله دیگه ببین، این محله رو همه بچه یادشونه. نه والا یادم نمیاد. ای وای دور سگ. بابا نترس از اینقدر از سگ میترسی. چون قبلا خودت سگ داشتی آخه.
چیکار کنیم من از لامر؟ والا نمیدونم داشت احمد. بارون اومد. پشمام آره گفتم اما بارون شروع شد. خیلی خوب ببین نمیدونم حالا باید یه کار لستر داره زنگ میزنه بذار جوابشو بدم. عدا سلام چطوری لستر خوبی؟ سلام چطوری داشت احمد؟ خوبی ردیفی؟ قربونت مرسی چه خبر چیکارا میکنی؟ سلامتی. میگم که احمد من یه فکری بزنم زد. این فرانکی حافظش برنگشت نه؟ نه بابا من الان 2 روز کلا با فرانکلینم یه ذره هم حافظش برنگشته. ببین به نظرم باید ببریش محل حادثه. محل حادثه یعنی چه محل حادثه؟ هر وقت بیمارایی که دچار فراموشی شدن رو برگردونید به محل حادثه فراموشیشون برمیگرده. مطمئنی اینو؟ آره امتحان کردنش ضرر نداره که. خیلی خب ببین من امشب آره من میدونم کجا تصادف کرد خودم رفتم اونجا هم بودم. باشه میبرنش اونجا امیدوارم برگرده. اگه اینجوری باشه که عالیه. آره احتمال خیلی زیاد برگرده. بازم خبرشو به من بده. میخوای منم باهات بیام؟ اگه بیکاری آره بیا بریم. خیلی خب بس بیا در خونه من بریم. خداحافظ بذار لامر خداحافظی کنم. لامر میگم من یه کاری پیش اومد دارم میرم. چرا داشتم و بیوادی تو غذا یه چیزی چایی یه چیزی میخوردی؟ نه دیگه بمون ان برای فرصت دیگه فعلا خداحافظ. دسته میگه اگه برش کردیم به محل حادثه یادش میاد آجی من هر جایی که فکرشو بکنید تو این 2 روز این داداشمون رو بردم هیچی یادش نمیاد اوکی فقط اینجا هم یه ذره گفت انگاری قبلا اینجا بودم ولی هیچی یادش نمیاد. اینجا بود احمد؟ نه یکم جلوتره بذار بریم الان بهت میگم. ببین همین جاده رو یکم میومدی جلوتر کجا بود دقیقش یادم نمیاد ولی آره فهمیدم یکم جلوتره این جاده رو میای جلوتر ببین دقیقاً همینجاست. بله بفرما ببین دقیقاً خط ترمزش هم همینجاست. بچه خط ترمز فرانکی هنوز مونده میبینی؟ یه لحظه بذار ببینم احمد اینجا یکم آشناست به نظرم. جدی فرانکی فکر کن جون مادرت فکر کن هر چیزی یادت بیاد به من بگو اون شب یادت بیاد کار تمومه. وایسا ببینم آره یه چیزایی داره یادم میاد. من اینجا بودم اینجا من یه دونه کامیون دیدم وسط راه داشتم با تو صحبت میکردم که یه کامیون دیدم ترمز گرفتم و خوردم بهش. ولی وایسا ببینم بعدش اتفاق دیگه افتاد. بعدش چه اتفاقی افتاد مگه تو کما نرفتی؟ نه بعدشو داره یادم میاد دقیقا همون شب بود وقتی که من تصادف کردم یه دفعه به هوش اومدم. آخ من کجا؟ وایسا ببینم چه خبره. آخ نمیتونم راه برم. وای نمیتونم راه برم آقا. اون سال ماشین تو کجا گذاشتی؟ وای نمیتونم راه برم پاهم بیاد شده. بالاخره تو دامم افتادی فرانکی. به ببین کی اینجاست. رفیق قدیمی خودم. بیا بریم تو کلی باهات کار دارم. نه تو رو خدا منو بیار بیرون اینجا دارم خفه میشم. صدا در نیاد. همه باید فکر کنن که تو توی این تصادف مردی. امشب بلایی به سرت میارم که خودت آرزو کنی کاش تو اینجا مرده بودی. تو رو خدا دسته منو باز کن لامر چی غلطی داری میکنی؟ الانه که همه چیه زندگی تو از یاد ببری. با این گازی که تو این بمبه تمام زندگیت قراری که از یادت بره. نکن تو رو خدا نکن. وای آدم داره بد میشه لامر داره سرم گیج میره. وای فکرم خوابم میاد. دقیقا همینجوری بود لامر اومد یه گازی بهم زد که این گاز باعث شد همه چی از یاد ببرم. شما هم فکر کردی که اون تصادف باعث شده که من حافظم از دست بدم. یعنی چی من باورم نمیشه الان حرفایی داری میزنی یعنی همه چیزی رو سر نامره. اگر تا اینجا ویدیو رو تماشا کردی دوست داری بریم واسه پارت بعدی این ویدیو رو حتما لایکش کنید لایکاشو بالای 4000 تا برسونید تا بریم سراغ پارت بعدی. خیلی زیاد دوست دارم بازم مرسی که تا آخر ویدیو رو تماشا کردی عاشقتم و تا یه ویدیوی دیگه میبینمت فعلا.